مسابقات فوتسال که تحت نام جام اتحاد و همدلی از یک ماه به این سو میان 14 تیم در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور برگزار شده بود، سرانجام با قهرمانی تیم فوتسال پیشگام و نایب قهرمانی تیم راهنمای معاملات قراربیگ به پایان رسید. مسئولان در آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غور هدف از راه اندازی این دوری از رقابت‌ها را رشد و پیشرفت فوتسال و فوتبال در این ولایت عنوان می‌کنند. مسابقات لیگ فوتبال جمع نظم پیشگام که یک ماه قبل بین 14 تیم راه اندازی شده بود، خوشبختانه امروز فینال مسابقات بین تیم‌های جمع نظم پیشگام و تیم راهنمای معاملات قراربیگ بازی جریان داشت که بازی 4-4 مساوی شد. دو وقت‌های قانونی رفت به ضربات پنالتی، 5-4 به نفع تیم پیشگام به پایان رسید و تیم پیشگام قهرمانی مسابقات شد و تیم راهنمای معاملات قراربیگ نایب قهرمانی مسابقات شد و تیم نوین هم مقام سومی مسابقات از آن خود کرد که ما این مسابقات برای این دوستان تبریک و مبارکباد میگیم قهرمانی‌هایشان و هدف از راه اندازی همچون مسابقات به خاطر رشد و پیشرفت ورزش فوتبال و فوتسال در سطح ولایت غور. از سوی هم برگزار کنندگان این دوری از مسابقات فوتسال از حمایت‌های دوامدار اداره تربیت بدنی و ورزش ولایت غور ستایش می‌کنند و برگزاری این رقابت‌ها را برای اتحاد و همدلی در میان جوانان سودمند می‌دانند. که بین 14 تیم تقریبا یک ماه پیش شروع شد. امروز خوشبختانه به خوبی و خوشی قهرمانی پیشگام و نایب قهرمانی راهنمای معاملات قراربیگ و تیم سوم هم وفاق نوین به پایان رسید و امروز خوشبختانه دیدیم جمعی از دوستان که امروز آمدن تشویق کردن تیم‌های خود، جوانای خود، ورزشکاران خود، از اونا یک جان سپاسگزاری میکنم و ان شاءالله در آینده بتونیم که لیگ‌های بیشتر و پیشرفت‌تر به جوانان و ورزشکاران ارائه بکنیم. این در حال است که در این چند سال اخیر ورزش در ولایت غور رشد چشمگیری داشته است و ورزشکاران در این ولایت توانستند در مسابقات محلی و ملی دستاوردهای خوبی را به ارمغان بیاورند.